14 تا دولت داشتیم. این حاصل حضور شما هست، همین که الان توش هستیم. گرانی، انسدادهای وحشتناک، در واقع بی‌اعتمادی و تمام چیزایی که الان امروز هست. شکافای عمیق. این حاصل 14 دولت ماست. این حاصل سانسوره. این حاصل اینه که میگفتین ما میفهمیم شما نمیفهمین. هی به من هنرمند میگفتن نه تو که این نمیفهمی، نه باید این کارو بکن، نه اون کارو نکن. هی شورا رو شورا جمع شد، هی پولا رو خرج کردن برای انسداد. خب شد این. الان توقعات ما خیلی بیشتر از دوران خاتمیه. علتش اینه که یه 98 اتفاق افتاده، یه 1401 اتفاق افتاده. این نسلی که زاده 1401 اصلا به شما گوش نمیکنه، اصلا کاری نداره که شما اومدی یکی دیگه اومده، کار خودشو میکنه. و اینم میدونم که مدیران ما توش موندن، یعنی نمیدونن چی کار باید بکنن. یعنی جامعه جلوتر از اوناست. 14 دوره به ما گفتین این شکلی باشیم، زور زدین، حاصلش شد این. آیا با این حاصل موافقین؟ فکر نمی کنم هیچ کدومشون موافق باشن. مدیران ما جرأتشو ندارن بگن معذرت میخوام ببخشید، ما 14 دوره اشتباه کردیم،